الله اکبر، الله اکبر. در پی تشدید تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان گفته است که حکومت آن کشور باید سیاست و رویکرد خود را در قبال افغانستان را بازنگری کند. او از حکومت پاکستان خواسته است همان گونه که برای حل تنش‌ها میان ایران و امریکا تلاش می‌کند، در مورد افغانستان نیز از سیاست‌های مشابه استفاده کند. او بر حل تنش‌ها میان اسلام آباد و کابل از راه گفتگو پافشاری کرده و گفته پاکستان به یک همسایه امن و باثبات نیاز دارد. अगर हम अमेरिका और ईरान के दरमियान इसलिए मुसालहत चाहते हैं कि हमें खित्ते में जंग नहीं चाहिए, खित्ते के लोगों को हम अमन देना चाहते हैं, तो इसकी ज़रूरत अफगानिस्तान के साथ भी है. زمانی که ما خواستار آشتی میان امریکا و ایران میشویم، تنها هدف ما این است که در منطقه جنگ رخ ندهد و مردم منطقه به صلح برسند. پس چرا همین ضرورت را در مورد افغانستان احساس نمی کنیم؟ گفته می شود که مرکزهای هراس افغانی در افغانستان وجود دارد و از آنجا حمله ها انجام می شود. اما آیا این موضوع سبب کاهش فعالیت گروه های مسلح در پاکستان شده یا آن را افزایش داده است؟ ما باید حداقل سیاست های خود را بازنگری کنیم. افغانستان باید باثبات شود و پاکستان نیز به یک همسایه باثبات نیاز دارد. مولانا فضل الرحمن افزوده که در سال 1971 و در برخی جنگ‌های دیگر افغانستان پیام‌های حمایتی به پاکستان ارسال کرده بود. او تقسیم نیروهای نظامی و مشکل‌های امنیتی را در شرایط کنونی نیازمند بازنگری جدی دانسته است. आज आप उसको ज़ाहिर शाह और नादिर शाह के ज़माने के ताने दे रहे हैं। क्या 1971 में जब आप बंगाल में फंस गए थे, लड़ाई हो रही थी हिंदुस्तान के साथ, क्या उस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत ने आपको पैगाम नहीं भेजा कि अगर आप जंग लड़ रहे हैं मगरबी सरहद से बेनियाज हो जाइए? امروز پس از گذشت بیش از 80 سال اردوی ما به چند بخش تقسیم شده است. یک بخش در مرز افغانستان، بخش دیگر در مرز هند و بخش دیگر نیز در داخل کشور درگیر جنگ است. پاکستان در عمق استراتژی خویش برای افغانستان تغییر را به میان نیاورده است و از بادران خویش پروژه های جدیدی را به دست آورده است. هرگز به حرفهای سیاسیون و علمای خویش در مورد افغانستان گوش نمیدهد، در حالی که بهتر شدن رابطه افغانستان با پاکستان به نفع ملت‌های هر دو کشور می باشد. به باور آگاهان، پاکستان در حالی که نقش میانجیگری را در جهان ایفا می کند و در تلاش برقراری صلح میان تهران و واشنگتن است، اما همواره با ادعاهای بی‌اساس خواهان تشنج در افغانستان است. این اظهارات بر مبنای واقعیت‌های عینی بیان شده. به واقعیت اگر حاکمان پاکستان حل چالش‌ها را می‌خواهند و راه حل بر تقابل‌ها گفتمان مهمترین اصل هست. فی مابین امریکا و ایران تلاش میکنه، اما تنشی را که خودش ایجاد کرده نمیخواد بر راه حل پیدا بکنه و هدف نهایی هم تطبیق اون استراتژیک منافع سیاسیشان در حکومتداری بر افغانستان هست که این قابل تطبیق نیست. با آنکه رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان بیش از این نیز از سیاست‌ها و رویکردهای حکومت کنونی پاکستان در قبال افغانستان انتقاد کرده و از آنها خواسته بود که به جای استفاده از زور مشکل‌ها را از راه گفتگو حل کند، اما رژیم نظامی پاکستان در ماه‌های پسین با انجام حمله‌های هوایی بر غیر نظامیان در ولایت‌های کنر، خوست، پکتیکا شماری از غیر نظامیان را به شمول کودکان و زنان به شهادت رسانده است.